إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفسكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. پیش از شروع درس یک نکته اخلاقی رو میخوام هم به خودم هم به شما دوستان عرض کنم و این رو هم انشاءالله یادداشت بفرمایید در ذهنتون یا در دفترتون از ما به یادگار داشته باشید. تحت این عنوان غله ها دستیافتنی است اگر، این عنوان غله ها دستیافتنی است اگر. عنوان مقدمه این نکته رو عرض میکنم. زندگی انسان زمانی معنادار میشود و ارزشمند میشود که این سه امر درش باشه. یک، زندگی ما همراه باشد با اهداف بلند و مشخص. دو، برنامه ریزی های دقیق برای رسیدن به اون اهداف بلند. سه، عمل کردن و اجرایی نمودن اون برنامه‌های دقیق و ارزشمند. عنایت بفرمایید. کلاً انبیا اومدن زندگی آدم رو معنیدار بکنن. بله، به زندگی ما معنی ببخشن و همه ما بگویند که شما مثل احجار و اشجار و انعام نیستید، شما انسانید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. همه هستی به خاطر گل تو خلق شده. اینجا یه سوال مطرح میشه، پس من برای چه خلق شدم؟ درست شد؟ پس اومد به ما معنی را در زندگی بفهمونه که شما یک زندگی معنیدار دارید. معنی به زندگی ما ببخشند. به اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون معنای زندگی است. پس زمان زندگی انسان معنی پیدا می کند و ارزشمند میشه که دارای سه تا رکن باشه: اهداف بلند، برنامه ریزی های دقیق و صحیح برای رسیدن به اون اهداف، سه، اجرایی نمودن اون برنامه ها. اما نسبت به مطلب اول امروز بخوام یه جمله بگم. اون برنامه ها و
اجرا شدن برنامه ها رو اگر خدا کمک بکنه در یک برنامه دیگه عرض میکنیم. اما نسبت به این که اولین رکن معنادار شدن زندگی انسان اینه که انسان دارای اهداف بلندی باشه، بله، اهداف بلندی باشه و از اهداف، اینو خوب دقت کنید، از اهداف پست و ناشایست و غیر انسانی یا اهداف کوچک پرهیز بکنه. درست شد؟ پس در مکتب نورانی اسلام اینه که یک انسان موحد باید دارای اهداف بلند باشه، از اهداف پست و بی‌ارزش، یعنی اهداف حیوانی، یا اهداف انسانی کوچک خودش رو برهاند و بیاد به اهداف بلند فکر کنید. یه روایت امروز من دیدم خیلی برام قشنگ بود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. فاسألوا الفردوس. اگر از خدا چیزی میخوای، بله، پایینا رو نخواه. فاسألوا الفردوس، فردوس اعلا رو از خدا بخواه. بگو خدایا، نگه من خدای کار کن که اهل بهشت بشم، همون طبقات پایینم اشکالی نداره. نه، اذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. بعد حضرت خودش دلیل رو فرمود فإنه اوسط الجنه. فردوس اعلا، بله، در وسط بهشته. این یک. فإنه اوسط الجنه و اعلاها، بالاترین مرتبه چیه؟ بهشت است. و فوقه عرش الرحمن، دیگه بالاتر از اون فقط عرش الهی وجود داره. این سه خصوصیت. 4 و منه تفجر انهار الجنه، و از همین فردوس اعلاست که تمام نهرهای بهشت جاری میشه. این روایت به وضوح داره به ما میگه اگه میخواد تو زندگی هدف داشته باشی، هدفهای پایین نداشته باش، یه اهداف بلندی داشته باش. قرآن هم در آیه 107 سوره کهف، خیلی آیه زیباست، مزد مؤمنان بلند همت رو فردوس اعلا معرفی میکنه. آیه رو دقت کنید. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات الفردوس. درست شد؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات الفردوس. یا در روایت دیگری از امام حسین سلام الله علیه داریم، از وجود حضرت سوال کردن یا ابن رسول الله، حدیثی که خودت از دو لب مبارک جدتون پیغمبر شنیدی برای ما بیان کن. امام حسین فرمود از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود ان الله یحب معالی الامور. ان الله یحب
معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها با سین سفسا. خدا چه اهداف و اموری از بندگانش رو خیلی دوست داره؟ بله؟ معالی الامور، اون کارهای بسیار بسیار بزرگ و اشرافها با شرفترین کارها رو دوست داره. اما و یکره سفسافها، اما خدا خوشش نمیاد از کارهای پست. نه بندش دنبال کارهای متوسط و پایین و پست باشه خدا خوشش. همین روایت از امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده است. این همین. خب اون آیه و این دو روایت و آیات و روایات دیگر به وضوح دارن به ما میگویند آی انسان در زندگی اهدافت بلند باشی، که ما ابتدا از که موضوع گوش قله ها. بله؟ یه عده رو میبینی همش دوستان پایین قله باشن، اما بعضی ها بلند همت هم میگن ما قله اورست رو فتح کردیم. درست شد؟ یه عده تو زندگی اهدافشون قله هاست، یعنی اهداف بلند. یه روایت زیبا باز امروز دیدم، اینم عرض بکنم بحثی شروع کنیم. پیامبر صلوات الله و سلام علیه در روایت داریم که با اصحابش، جمعی از اصحابش در مسافرت بود، در بیابان به شخصی برخوردن، مهمان اون شخص شدن. اون شخص هم حق پذیرایی را هم به جا آورد. پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه هنگامی که می‌خواستن مرخص بشن یه جمله گفت، رو کرد به اون آقا و اگر خواسته داشته باشی بگو من از خدا بخواهم تا اون خواستت برآورده بشه. گاهی اوقات انسان میره کنار خانه خدا، میره کنار قبر پیغمبر، کنار مسجد ملکوتی آقا امیرالمؤمنین، چی میخواد از اینا؟ این برمیگرده انسان اهل قله باشد بله یا نه اهل قله نباشد. پیغمبر خدا داره میگه که خواسته ای داری بگو من از خدا بخواهم. متن روایته. اون شخص گفت یا رسول الله دو تا خواسته دارم، یک از خدا بخوا شطوری به من بده که در حمل بار و اساسیه از این شطور استفاده بکنه. دو یه چند تا گوسفند بده که از شیرش استفاده کنه. ببین هدف رو، هدف خلاصه شده در شطور و گوسفند. تو روایت داریم که پیامبر خدمتتون از کنم که آنچه را خواسته بود در حق این آقا داد. وقتی دور شدن از این آقا پیامبر رو کرد به اصحاب خودش که حسرت از رسول خدا، چرا یه عده کم همتن، اهدافشون کوچیکه. فرمود ای کاش همت این مرد مانند پیرزن بنی اسرائیل بود و از ما خیر دنیا و آخرت را میخواست، من برایش دعا میکردم، اما از من شتر خواست و گوسفند. ای کاش اهداف این مرد همانند اهداف اون پیرزن بنی اسرائیل بود. اصحاب
خیلی مشتاق شدن که جریان پیرزن بنی اسرائیل رو بدونن. پیامبر فرمود که حضرت موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل وقتی میخواست از مصر حرکت کنه، خدمتتون از کنم، به طرف شام، خیلی دلش میخواست که با قبر جناب یوسف ودا بکنه، زیارت کنه و ودا. از هر کی سراغ قبر یوسف رو میگن اظهار بی اطلاعی میکردن. و حضرتش گفتن یه پیرزن است مدعی است که قبر جناب یوسف رو میدونه. حضرت دستور داد این پیرزن رو احضار کردن. فرمود شما از قبر یوسف اطلاعی دارید؟ گفت بله. خب بگو. گفت بگو. متن روایت است که من خدمت شما عرض میکنم. عرضه داشت جناب موسی علم قیمت دارد. علم قیمت داره. من سالهاست این مطلب را در سینه خود پنهان کردم و به کسی نگفتم. حالا شما میخواید من مفت اینا در اختیار شما بگذارم؟ این زیرکیه. گفت چه میخواید؟ گفت به شرطی بهت میگم 3 حاجت من رو از خدا بخواهیم. گفت خب بگو. گفت اولین حاجت این که پیر شدم دعا کن جوان بشم. ولی تو مگه پیامبر خدا نیستی؟ از خدا بخوام من جوان بشم. 2 به همسری تو در بیام. 3 دعا بکن در آخرتم افتخار همسری تو رو داشته باشم. تو روایت داریم حضرت موسی از این بلند همتی این زن که جمع کرد بین خیر دنیا و آخرت تعجب کرد که عجب زن زیرکی هست. تو روایت داریم که دعا کرد. پیغمبر فرمود ای کاش این مردم از من تقاضا میکرد خیر دنیا و آخرت رو براش میخواستم، اما از من یه شتر خواست به چند توش بسرد. پس عزیزان بیاییم در زندگی اهدافمان بلند باشه. درست شد؟ پس امروز یه جمله عرض کردیم قله ها دست یافتنی است اگر یک اهل قله باشیم. هدف ما چی باشه؟ بلند باشه. اهداف بزرگ داشته باشیم. سبحان خدا که به پسرش گفت که از بزرگان میخوای آینده چه بشی؟ گفت از خدا خواستم مثل تو بشم. زد تو سر پسر گفت خاک تو سرت. من خواستم امام صادق بشم این شده. تو میخوای مثل من بشی؟ هیچی نمیشی. انسان همیشه همتش اهدافش بلند باشه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. صلوات اللهم صل علی محمد. خب اذا عرفنا هذا المطلب الشریف الدقیق، برگردیم به مباحثه خودمون. تو دل این مباحثات هم انشاءالله هدفمون بر این باشه چیزهای خیلی خیلی خوب گیر ما بیاد. دقت فرمودید؟ چون بعضی ها شهریه میگرفتن تو قوم، گفتم فقط به خاطر اینکه حلال بشین شهریه تو درس شرکت میکنیم. حالا چیزی گیرمون اومد نیومد. یعنی تمام هدفشون حلال شدن شهریه بود که میرفتن. نه یه عده میرفتن مثل مرحوم آقای گلپایگانی وقت مریض شده بود گفت منو تو پتون بپیچید بلند کنید به درس شیخ عبدالکریم حائری تا از درس محروم نشن. شد آیت الله العظمای گلپایگانی. اهداف بلند میشه. القسم الثانی، بحثمون در رابطه با احکام اجتهاد بود.
قسم اول گفتیم مجتهد بالقوه، احکامشو بیان کردیم. اما قسم دوم یادداشت بفرمایید مجتهدی است که اعتقاد به انفتاح باب علم و علمی دارد. دو، به مرتبه اجتهاد مطلق هم رسید. سه، جل و کثیری از احکام شرعی را هم استنباط کرده است. آقای فیاض فرقش با اون قسم اول چی بود؟ دیروز بحث داشتیم او مستنبط بالقوه بوده، اما این مستنبط بالفعل است. از نظر اعتقاد به ادله قائل است که باب علم و علمی هم مفتوحه. دقت فرمودید؟ خب اینم دارای احکامیه، یعنی چند تا سوال مطرح میشه باید حکمش مشخص بشه. یک، آیا این مجتهد بالفعل لازم است به رأی خود عمل کند یا تقلید بر او جایز است؟ در پاسخ عرض میکنیم که مسئله اجماعی است که عمل کردن این مجتهد به فتوایش واجب و تقلید بر او حرام است. واسه تقلید دو تا مطلب گفتیم. عمل کردن به فتوای خودش واجب و تقلید کردن بر او حرام است. چرا؟ چون ادله تقلید از او منصرف است. بله؟ چون ادله تقلید چی میگه؟ فلل عوامه ان یقلدو، عوام جاهل باشه، اما این آقا عالم بالفعل است، مجتهد بالفعل است. ادله تقلید میگه رجوع الجاهل الی العالم، خودش عالمه و هو لیس بجاهل. به تعبیر دیگر، آیا همین این تعبیر دیگه زیباتره؟ به تعبیر دیگر صغرای ادله تقلید در حق این شخص موجود نیست. خب چجوری صغرا رو درست کنیم؟ اول میگیم در باب تقلید میگیم هذا شخص جاهل، کل جاهل یجب علیه الرجوع الی العالم و هذا الشخص یجب علیه الرجوع الی العالم. پس صغرای قضیه چیه؟ اثبات جهله. یعنی اول بگی این شخص جاهله، کبرا میگه هر جاهلی باید از عالم تقلید کند، پس این جاهلم باید از عالم تقلید کند. اما صغرای قضیه موجود نیست. درست شد؟ مرحوم آخوند در کتاب کفایه هم اشاره به این مسئله دارد که مسئله اجماعیه. عبارتشون اینه: کفایت الاصول تبع آل البیت صفحه 464. لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد، لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد لمن اتصف به. بله؟ لمن اتصف، کسی که متصف به این نوع اجتهاده، یعنی اجتهاد بالفعل، لا اشکال فی جواز العمل و هذا، این جوازم که ایشون میفهماد
جواز به معنی الاخص نیست که بگیم مستحب بداریم، نه، این جواز به معنی الاعم شامل وجوب میشه که اینجا مراد واجبه. دقت فرمودید؟ میگه کسی که متصف است به اجتهاد بالفعل لا اشکاله. کسی اشکال نکرد که واجبه که ایشون به اجتهاد خودش عمل میکنن. یه تعبیر سوم میخوام بگیم، همون یک دلیل به عبارتهای مختلف. تو عبارت اول گفتیم که ایشون عالم ادله جواز تقلید از او چیه؟ انصراف داره. بیان دوم گفتیم سغرای برهان تقلید اینجا موجود نیست. بیان سوم این مستنبت احکام بالفعل از سه حال خارج نیست. بله؟ یک، عالم به حکم واقعی است. من چطور عالم به حکم الله واقع میشه؟ از روی نصوص یا خبر متواتر، بله، حکم الله واقعی رو به دست. پس ایشون الان علم داره به حکم الله واقعی. دو، یا عالم به حکم ظاهری است یا عالم به وظیفه عملیه هست. درست شد؟ چون وقتی کسی که مستنبد بالفعل باشد یعنی عالم به وظیفه است، حالا یا حکم الله واقعی رو به دست آورد یا حکم الله ظاهری به دست آورد، و اگر ادله اجتهادی ندارد در مواضع شکه به اصول به کدوم اصل از اصول عملی رجوع کند هم علم پیدا کرده. عنایت کنید در هر سه صورت به حکم عقل لازم است که بر طبق علم خودش عمل کند. یک نکته فنی میخوام بگم اگر خوب گوش بدید. چرا به حکم عقل واجبه به علم خودش عمل بکنه؟ چون یک مستنبط حکم میگه اونی که من بهش رسیدم درسته. درست شده؟ اما اگر مجتهدی برخلاف فتوای او فتوا داره، نظر این مجتهد این که این آقا داره اشتباه میکنه، حکم شرعی این نیست. حکم شرعی همون است که من بهش رسیدم. لذا اگر بهش بگیم که تقلید جایزه، معناش چیه؟ وقتی میگیم فتوای اون مجتهد مقابل من درسته، یا من اون رو جاهل میدونم، فتوای اون درست نیست. فتوای درست اونی که من بهش رسیدم. حالا اگه بهش بگیم تقلید جایزه، برو ازش تقلید بکن، این رجوع جاهل به کیه؟ جاهله. رجوع جاهل به جاهل درست نیست. درست شده؟ پس این عقل میگه حالا به یک چیزی علم پیدا کردی، بله، باید به این علم خودت عمل کنی. خب این مثلا تقریبا روشنه. پس کسی که مستنبد بالفعل باشد واجب است بر فتوای خودش عمل کند و به عبارت دیگر تقلید بر او جایز نیست. این حکم اول. اما حکم دوم، جواز و تقلید الغیر منه. جواز و تقلید الغیر منه. حکم دوم این که آیا عوام می توانند از این مستنبط بالحکم تقلید کنند یا خیر. تقلید از اون را جایز یا جایز نیست. بازم عرض میکنیم لا اشکال فی جواز تقلیدی. چرا؟ برای خاطر اینکه این مجتهد مستنبد بالفعل نزد عوام کیه؟ عالم است. بله؟
میگه فلانی صاحب رساله است. این عوام او رو چی میدونه؟ عالم میدونه. خب اگر بدونه ادله میگه فلل عوام ان یقلدو، عوام باید از این مستنبط احکام تقلید کنه. البته صرف استنباط حکم نیست در جواز تقلید، سایر شرایط تقلیدی که انشاءالله میاد باید در این عالم باشد. دقت فرمودید؟ عادل باشد، امامی باشد، حریص دنیا نباشد و بقیه شرایطی که انشاءالله در باب تقلید خواهد آمد. این هم جای بحث نیست. یعنی دیگه اینجا دو دیدگاه وجود نداره. هر دو دیدگاهی که در مجتهد قبلی بوده هر دو اینا قبول دارن که اینجا تقلید جایزه. به بار دیگر قدر متیقن از مجتهدی که یجوز له تقلید همین قسمه. شاید در بقیه اقسام یک انقلتای وجود داره، مثلا مستنبط بالقوه گفتیم دو قوله، انشاءالله میرسه مجتهد متجزی هم همین مسائل پیش میاد، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. اما نسبت به مجتهد مطلق بالفعل قدر متیقن مباحث تقلید همین قسمه. اما مقام سوم و سؤال سوم که معرکتون آراز میشود باید بحث کنیم. منصب القضا. منصب القضا، آیا منصب قضا شرعاً برای چنین مجتهد بالفعلی جعل شده است؟ و می تواند انشای حکم کند برای فصل خصومت و نظام، یا چنین منصبی برای این مجتهد جعل نشده است؟ خب الان بفرمایید این بحث منصب قضا هم برای اون مجتهد بالقوه مطرح است، هم برای این مجتهد مطرح است، هم برای مجتهد متجزی و هم برای کسی که حتی مجتهد متجزی هم نشده. بله، آیا میتونن اینا منصب قضا رو اشغال بکنن یا خیر؟ پس این منصب قضا یه بحث بسیار مهمیه و پرچالش هم هست. لذا ما انشاءالله توکل بر خدا میکنیم، فعلا اصلا نمیخوایم پاسخ این مجتهد فعل را بدیم، یه نگاه کلی میخوام بکنیم به منصب قضا که آیا منصب قضا برای غیر معصوم اصلا جعل میشود یا برای غیر معصوم جعل نمیشود. لذا من نوشتم که اقول و علی الله توکل، با توکل بر خدا وارد این بحث پرچالش و مهم میشویم. قبل الخوض فی المسئله نقدم امورا. بله، از اینجا وارد میشیم. قبل از پاسخ به سوال 5 تا مقدمه ذکر میکنیم. عنایت کنید عزیزان، تا این امور 5گانه روشن نشه آسیتقی جواب دقیق از این سوال نمیتونیم بدیم. بله، زمانی میتونیم پاسخ بدیم که آیا منصب قضا برای مجتهد بالفعل جعل شده یا جعل نشده، آیا او حق انشای حکم را دارد یا نداره، که قبلش ما این سری امور برای ما روشن شده باشه. اگه یادتون باشه ما بحث
گفتیم شخصی میخواد به ملکه اجتهاد برسه یک علوم معده لازم داره. تا اون امور معده رو نداشته باشه اصلا بحث اجتهاد معنا نداره. اینجا هم تقریبا همینجور، یعنی بعضی از اموره که باید قبلش روشن بشه. ابتداءً این چند تا 5 تا مقدمه گفتم، اصلاح کنیم 4 تا مقدمه. المقدمه الاولی، مقدمه اول. ابتدا اجمالاً 4 تا مقدمه رو میگیم بعد وارد میشیم. 1. اصل عدم ولایت احد علی احد. اصل ولایت احد علی احد. اینو توضیح میدیم. ما یک در علم کلام یک قاعده داریم، یک اصل داریم. هیچ کسی بر کسی دیگر ولایت نداره. حالا انشاءالله میگیم این آقای قاضی میاد حکم میکنه، بله داره شما رو جا میکنه، محدود میکنه. درست شد؟ ولی که اصل عدم و ولایت احد علی احد. من میگم خونه مال منه، شما قاضی میاد انشاء حکم میکنه، میگه نه خونه مال شما نیست، مال زیده. درست شد؟ داری منو محدود میکنی. تو چه حقی داری منو محدود میکنی؟ ولی که اصل اولیه چیه؟ عدم و ولایت و احد علی احد. اینو با توضیح بدیم یعنی چی. 2. تعریف القضا و ما هو منصب القضا. آیا همیدی چی میخوام بحث بکنیم؟ آقای مجتهد بالفعل منصب قضا دارد یا ندارد؟ و اولین بار میگه قضا یعنی چی؟ منصب قضا یعنی چی؟ پس زمانی شما میتونید بگید آری یا خیر که خود قضا برات تعریف شده باشه. انشاءالله میگیم حداقل 12 تا تعریف برای قضا شده. آیا همه این تعریفات درسته؟ یا برخیشون اصلا ربطی به بحث ما ندارد؟ اونی که مربوط به بحث ما کدومه؟ پس تعریفی از قضا باید داشته باشیم. 3. ما الفرق بین القضاء و الافتاء؟ بله؟ آیا فرقی بین مقام فتوا و بین قضا وجود داره؟ درست شد؟ و اگر وجود داره اون فرقا چیه؟ و چه ثمره‌ای داره؟ بگیم فلان آقا مجتهد مرجع تقلیده یا بگیم چیه؟ قاضیه. مگه بین قضاوت و فتوا فرق دارد یا ندارد؟ خب اگه یکی بیاد بگه نه من هیچ فرق بین قضاوت و فتوا نمیگه، این بحث ما معنا نداره. کسانی میتونن وارد این بحث بشن که میزی قائل بشن بین مقام قضاوت و بین مقام فتوا، که میگیم حقم این است که بین این دو تا مقام فرق داره. و بالاخره بحث 4 هم 2 تا نکته رجالیه است. 2 نکته رجالیه انشاءالله بحث میکنیم که عمده دلیل چند تا روایته. اگر ما موضع رجالیمون رو نسبت به این روایات مشخص نکنیم نمیتونیم وارد این بحث بشیم. پس قبل الخوض فی صلب المطلب نقدم، بله، امور 4 گانه رو. این 4 تا مطلب باید روشن بشه. اما المقدمه الاولی، یا الله، در علم شریف کلام 2 اصل و قاعده داریم.
به این مباحث الان که مطرح میشه، قبل اگه یاد بس بشه گفتیم آیا علم کلام جزء معدات هست یا جزء معدات نیست. خب آدم اگه از علم کلام اطلاع نداشته باشه چطور میخواد وارد میدان بشه؟ دقت فرمودید؟ حتما باید یک دوره علم کلام رو دیده باشه. دو تا اصل و قاعده داریم در علم کلام که خیلی مهمه. یک، اصل اول ولایت خداوند بر همه موجودات عالم هستی، به خصوص انسان، من جمیع الجهات، به حکم عقل و به حکم نقل هست. درست شد؟ ما میگیم به حکم عقل و نقل خدای متعال بر انسان ولایت دارد، بر انسان استیلا داره. یعنی حرف اول و آخر رو در رابطه با انسان کی باید بزنه؟ خدای تبارک و تعالی بزنه. اینم یادداشت بکنید، هم تکوینا و هم تشریعا. پس خدای متعال بر انسان ولایت دارد، حاصل تقیید، تکوینا و تشریعا. درست شد؟ چرا؟ چون یکی از مراتب و شعب توحید، توحید ربوبی است. بله؟ توحید الحمدلله رب العالمین. بنابراین همان گونه که در اصل خلقت انسان کسی شریک خدا نیست، تنها خداوند مکون انسان است، در تشریعیات هم برای انسان خداوند مدبر و متولی است. خب اثبات این اصل برای تو علم کلام است. فعلا به عنوان یک قضیه حقیقی بپذیریم، چون تفصیلا نمیتونیم، چون ما وارد اون اصل دوم میخوام بشیم. چون ما گفتیم یه اصل داریم، عدم و ولایت و احد. این میخوام بگیم که نه، خدا تو این مسئله مطرح نیست. خدای متعال چون خالق چیه؟ انسانه. بله، همونطور که در اصل خلقت لا شریک له، مکون انسان فقط کیه؟ خدای تبارک و تعالی هاست در امر تکوین. در امر تشریع هم چه چیز به مصلحت انسانه، چه چیز به مصلحت انسان نیست، او باید تعیین بکنه. چرا؟ چون خالق ماست. درست شد؟ پس یک اصلی که در علم کلام داریم، خدای متعال به همه موجودات و همه هستی استیلا دارد، ولایت دارد، نسبت به انسان هم تکوینا و هم تشریعا. درست شد؟ این اصل. اما اصل دوم، به حکم عقل و به حکم نقل انسان موجودی صاحب اختیار و کسی حق ولایت بر او ندارد. درست شد؟ بوده الاصل و عدم و ولایت و احد علی احد. به این آیه عنایت کنید، آیه 64 سوره آل عمران.
ما کان لبشر ان توتیه الله الکتاب و الحکم و نبوه، همینجور ادعا دارد تا میرسه به اون مسئله. یا قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، همینجور میاد. این آیه اینجا رو بکشید، از اینجاست. ولا یتخذ، اینو بنویسید، اینو شاید مثاله. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بله؟ عنایت کنید، یک مرامنامه مشترک است، قانون مشترک کلی است. چی؟ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. حق نداریم که بعضی از ماها بر بعضی دیگر ولایت داشته باشه. من دون الله، حساب خدا جداست. درست شده؟ از خدا بگذریم. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. این آیه داره همین اصل اولی رو بیان میکنه. اصل اینه عدم ولایت احد علی احد. امام باقر سلام الله علیه هم در کتاب شریف وسائل الشیعه کتاب الجهاد می‌فرمایند قبل از آغاز جنگ باید طرف مقابل دعوت به حق شود. و این امور در دعوت مد نظر باشه. چه دین خوبی داریم. بله؟ میگه قبل از جنگ یه سری صحبت ها بشه که خون بیگناهی ریخته نشه. حضرت اینجور میفهمد و اول ذالک الدعاء الی طاعت الله من طاعت العباد. اولین دعوت شما با چی باشه؟ که مردم رو میخوان دعوت به طاعت خدا بکنیم، نه به اطاعت بندگی خودمون. درست شد؟ باز و الی عبادت الله من عبادت العباد. یا آقا هدف از جنگ ما این که همه ما باید بنده چی باشیم؟ خدا باشیم، نه بنده بندگان خدا. سه این موقع بودن. و الی ولایت الله من ولایت العباد. بله؟ من و الی ولایت الله من ولایت العباد. هدف اینه که ما شما رو میخواییم از ولایت و سرپرستی بنده های خدا شما را به ولایت الله برسانیم. یعنی تنها کسی که بر انسان ولایت دارد الله تبارک و تعالی می باشد. درست شد؟ پس این روایت هم مؤید اون اصله. یعنی از عدم ولایت احد علی احد. تنها کسی که بر ما ولایت دارد کیه؟ الله تبارک و تعالی باشد. اما سوال این است که اگر کسی ادعا کند که من ولایت بر انسانها دارم، این ادعا احتیاج به دلیل دارد. آقای فیاض چرا گفتیم؟ چون اصل ولایت فقط برای خداست. درست شد؟ طبق این اصل اولی که حتی انبیا و ائمه هم ولایت بر خلق ندارند.
اگر مدعی هستن که ما ولایت داریم نیازی به چی داره؟ دلیل داره. درست شد؟ بگیم من دلیل و علا ذالک. جواب در علم کلام ثابت شده است که به اذن الله و در طول ولایت خدای متعال خداوند ولایت را برای برخی افراد جعل و تجویز کرده است. درست شده؟ خدای متعال میگه اینی که حق منه ولایت، من این ولایت را به دیگران هم دادم. منتها ولایت اون موارد استثنایی در طول ولایت خداست، در عرض ولایت خدا نیست. درست شد؟ و آن عبارت است از ولایت رسول، ائمه معصومین علیهم السلام و برخی افراد غیر معصوم. خب فقط چند تا آیه من اشاره میکنم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درست شد؟ دو آیه دیگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله. آیه دیگر ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و آیات و روایات دیگر. پس اصل اینه که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل خاص باشه که بگید اینها ولایت بر شما دارد. درست شد؟ حالا یه مطلب بگیم بسته کنیم. در مواردی که شک داشته باشیم آیا فلان شخص یا فلان صنف بر انسان ولایت دارد یا خیر، اصل آن است که ولایت ندارد. درست شد؟ چرا؟ چون قاعده اولیه چیه؟ عدم است. پس در مواردی که شک داریم از عدم. حالا آقا بعدم میرسیم که آیا برای این مجتهد بالفعل منصب قضا جعل شده یا نشده؟ منصب قضا یعنی انشاء حکم، یعنی داشتن ولایت. دقت کردید؟ چون داری حق منو تضییع کنی، زیغش میکنی و حق داری که منو محدود کنی. اصل اولیه این که نه، این حق رو نداری. حالا میگیم این مجتهد این حق را داره، مد دلیل علی ذالک. باید دلیل اقامه کنیم که علاوه بر انبیا، علاوه بر معصومین علیهم السلام، برخی افراد غیر منصوب هم این منصب را دارند، یعنی ولایت رو دارند. اون آیاتی که میخواستیم بگیم فراموش شده. یک آیه میگه النبی اولی بالمؤمنین انما ولی و آیات فراوان دیگری که داریم. خب اینم مقدمه دوم. پس مقدمه دوم اصل عدم ولایت احدی علی احد. این منصب قضا ولایته. به چه دلیل شما میگید یک قاضی غیر معصوم، یک مجتهد بالفعل میتواند ولایت بر دیگران داشته باشد؟ من دلیل علی ذالک. خب پس از ما سوال میکنن که آیا مجتهد بالفعل که غیر منصوبه ولایت بر دیگران دارد یا
نداره، میگیم داره. اینجا چطوری این ولایت داره؟ همین ولایت اینجا شاید اون معنای حقیقیش اینجا نداره. چرا؟ عین هم. اینجا این در مورد قضایا حکم میکنه. بله. مثلا این آیا حق انشای حکم؟ هست یا اجازه نیست؟ بده. در شعای کوچکتر. انشای حکم یعنی چی؟ یعنی میخوام یکی رو توسعه بدم، بهش حق بدم، به دیگری حق ندم. به من که حق نمیدی داره من رو محدود میکنی دیگه. به چه حقی تو داره من رو محدود میکنی؟ تو باید بگی من این حق رو دارم. حق رو داری یا ولایت داره؟ این حق رو از کجا پیدا کردی تو؟ بله؟ تو هم انسانی مثل من هستی. به چه دلیل داری من رو از حقم محدود میکنی؟ ولی از عدم و ولایت احد علی احد. شما میگید آقای مجتهد بالفعل حق انشاء حکم رو دارد. این حق رو کی بهش داده؟ باید بس بشه. کی؟ داشته باشه. کی این حق رو داده که چون عالم است بیاد حق من از من بگیره؟ باید یه دلیل عقلی و نقلی بیاریم. دقت کردید؟ اینجا دنباله. پس قاعده اولی است که هیچ انسانی استیلا بر انسان دیگر ندارد مگر جایی که دلیل باشه. حالا شما میگید آقای فقیه حق انشاء حکم دارد، میتواند قضاوت بکنه. سوال میشه این حق رو کی بهش داده؟ میگیم این حق رو هم عقل بهش داده، انشاءالله در جا خودش، هم نقل بهش داده. بعد ببینیم آیا واقعا دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی نداریم. این زمانی است که اون بحث مطرح میشود، دنبال دلیل میگردیم که اینجا این اصل اولی رو بپذیریم. اصل عدم و ولایت و احد علی احد. المقدمه الثالثه ان شاء الله برای فردای درسی. حالا یه تأملی هم بفرمایید. این شیخ کارگیری ما خیلی علاقه داشت که ما روزهای چهارشنبه رو بگیم 3 روز بشه، چون داریم به ماه مبارک رمضان هم نزدیک بشیم. برای هفته آینده از باب آزمایش دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه رو بگیم که بحث اجتهاد رو تا قبل از ماه رمضان انشاءالله ببندیم. بعد از ماه مبارک رمضان بحث تقلید رو ما شروع بکنیم. حالا هفته آینده رو آزمایشی نمیگیم، کلا تو ماه رمضان 3 روز یه هفته آزمایشی انجام بدیم. اگر دیدیم که دلچسب بود انشاءالله تا قبل از تعطیلات رمضان هفته 3 روز داشته باشیم، پرونده بحث اجتهاد رو ببندیم. البته اگر بسته بشه چون الکلام یجر رو خیلی شیرینه. بله چهارشنبه ان شاء الله اینجا دنیا هم داره امتحان در آزمایش ان شاء الله. خب التماس دعا داریم. روزهای آینده در پیش داریم. چهارشنبه شب پنجشنبه شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه داریم. شنبه هفته آینده مبعث حضرت رسول اکرم داریم. اون شهادت تسلیت و مبعث هم پیشاپیش بر همه عزیزان مبارک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا. خدا حافظ. بحث شیرین میشد. این مستشکل درس ما وقت رو شیرینه.